توی این درس میخوام کار با اکسل رو شروع بکنیم. یه توضیح کوچیک دادم توی همون مقدمه‌ای که داشتم براتون میگفتم. دیدین یه محیط اکسل کاملا این قسمت‌های خونه‌های کوچولو که به هر کدوم سلول گفته میشه یا سل، کاملا ظاهر این فایل اکسل رو از اون فایل وردی که ما تو مهارت قبلی دیده بودیم متفاوت کرد. باز هم شما اینجا ببین اکسل رو که باز میکنی از منوی استارت یا وقتی اکسل اجرا میشه به صورت پیش‌فرض یک همچین صفحه هم توش باز میشه. ما به این صفحه اصطلاحاً یک ورک بوک میگیم و این ورک بوک با همین ظاهری که الان هست معمولاً اسمش هم به صورت پیش‌فرض بوک وانه. یعنی شما وقتی یه دونه دیگه مثلا صفحه باز بکنید میشه بوک 2، بوک 3 به همین ترتیب تا زمانی که شما ذخیره سازی بکنی و نام فایلت رو تغییر بدی. ورک بوک خودش شامل بخش دیگه‌ایه که ما اصطلاحاً بهش ورک شیت میگیم و توی هر ورک بوک میتونه چندین شیت وجود داشته باشه. خب که حالا اگر محیط اکسل رو هم بخوایم ببینیم که چه تفاوتایی داشته با مهارت قبلی، اینجا ما یه فرمول بار داریم. اگه دقت بکنین با این میگیم فرمول بار که اصلا نداشتیمش توی ورد و خود صفحه رو که توضیحش رو دادم. این پایین هم استاتوس بار باز با ورد مشترک هست، یعنی ما تو ورد هم همین استاتوس بار رو به همین شکل داریم. این قسمت پایینی هم که دارید میبینید همون ورکشیت هایی هست که گفتم. یعنی من الان اینجا این ورک بوکی که باز شده به صورت پیش‌فرض 3 تا ورکشیت داره. بذارین قبل اینکه شروع کنم راجع به همین سند اکسل توضیح دادن یه اشاره هم به کویک اکسس اینجا بکنم که تو ورد هم اینو دیدین. این کویک اکسس یه نوار دسترسی سریعه. یعنی شما میتونی یه سری دستوراتی رو که با اونها سر و کار دارید توی حالا اکسل یا ورد یا مهارت‌های دیگه هم میبینیم، میتونی اونها رو اینجا خیلی راحت دم دستت بذاری. مثلا من اگه اینو باز بکنم اینجا یه گزینه نیو دارم، من میتونم نیو رو اینجا اضافه کنم. دیگه لازم نیست من مثلا هر بار برای یه صفحه‌ای که میخوام باز کنم بیام تو تب فایل. نه، از همینجا هر جایی که باشم روی نیو کلیک میکنم و بلافاصله اون ورک بوک جدیدم رو ایجاد میکنم. اما خب بیام سراغ همین سلول ها و یه توضیحی راجع به این سلول ها بدم. ببین ما گفتیم که نرم افزار اکسل یک نرم افزار اسپریدشیت یا یک نرم افزار صفحه گسترده است. اول ببینیم مفهوم از این صفحه گسترده چیه. توی نرم افزار صفحه گسترده ما میتونیم داده های عددی وارد بکنیم، حتی داده های متنی هم میتونیم وارد بکنیم، اما بیشتر محاسبات و کارهامون روی داده های عددی هست و این داده ها توی این سلول ها وارد میشن. اگه دقت بکنید این ورکشیت الان یک سری سطر اینجا نوشته شده به صورت عددی و یه سری حرف هم اینجا نوشته شده که ستون های اکسل رو تشکیل میدن. یعنی ما اینجا یه سری سطر داریم، یه سری ستون. خب طبیعیه وقتی سطر و ستون وجود داره این سطر و ستون ها با هم دیگه تشکیل این خونه های ریز یا تشکیل این سلول ها رو میدن. هر کدوم از این سلول هایی که ما اینجا میبینیم برای خودشون یک اسم داره و اون داده ها حالا چه متنی چه عددی یا فرمول داخل این سلول ها نوشته میشن. اسم این سلول ها اینجاست، یعنی ما به اونها توی این قسمت نیم باکس دسترسی داریم. یعنی من رو هر کدوم اینا که کلیک میکنم یه اسم داره. مثلا این الان سلول G8 یا مثلا این یکی مثلا I6. دقیقاً اسم اون سلول یا شماره سطر و ستون اون سلول اینجا نمایش داده میشه. حتی سلول ها میتونن اسم هم به خودشون بگیرن. حالا بحثی که پیش میاد این که میخوایم ببینیم آقا تعداد این سطرها و ستونها چند تاست. برای اینکه تعداد این سطرها و ستونها رو بدونیم و خب طبیعتاً با ضرب اونها در همدیگه به تعداد سلول ها دسترسی پیدا بکنیم، برای دیدن این تعداد من میام اینجا این گوشه بین سطر و ستون توی این قسمت کلیک میکنم. کلید سمت چپ ماوس الان پایینه. خب شما دارید میبینید 1,048,576 سطر اینجا وجود داره و 16,384 ستون. پس میبینید تعداد سلول ها توی این ورکشیت اکسل فوق العاده زیاد.
و این دلیل بر این که ما به اینها میگیم نرم افزارهای صفحه گسترده. یعنی خیلی خیلی تعداد سلول هایی که ما اینجا داریم بالاست و معمولا هیچ وقت ما برای وارد کردن اطلاعات و داده توی اونها فضا کم نمیاریم. و نکته دیگه این که حالا اگر یکی از این شیت ها یا ورک شیت ها در واقع توش داده پر بشه و دیگه سلولی برای وارد کردن داده نباشه، شما توی این ورک بوک شیت های دیگه هم دارید که گفتم این پایین هستن و به اونها دسترسی دارید. توی هر کدوم از این شیت ها شما این تعداد سلول دارید و نکته جالب این که شما تا 255 شیت میتونید توی یک ورک بوک اکسل داشته باشید. خب پس دیدیم بحث سلول رو، اسم سلول رو و با این سطر و ستون ها هم آشنا شدیم. در مورد وارد کردن داده و وارد کردن اطلاعات توی ورکشیت و توی اکسل من توی درس بعد مفصل براتون صحبت خواهم کرد. اما یه نکته‌ای که برامون خیلی مهم هست، فعلا خیلی ساده اگر بخوام به اون اشاره بکنم، هر سلولی که انتخاب باشه، بذارید من بیام تو همین شیت 1، هر سلولی که انتخاب باشه شما روی کیبورد هر کلیدی رو فشار بدی اون تو وارد میشه. یه لحظه نگاه کن، مثلا من الان می نویسم A، یه حرف وارد کردم. خب این یه حرفی که من الان اینجا واردش کردم بلافاصله توی اون سلول وارد شد. پس هر جایی و در هر سلولی که من باشم، هر چی که تایپ بکنم توی اون سلول قرار میگیره. پس اینجا یه نکته پیش میاد، ما قبل از هر کاری باید بتونیم اون سلولی رو که میخوایم داخلش اطلاعات وارد کنیم انتخاب کنیم. حالا ممکنه یک سلول باشه یا ممکنه مجموعه یک سری سلول باشه، یعنی ممکنه شما بخواید چند تا سلول انتخاب کنید که خیلی راحته، من هر جا کلیک بکنم خب اون سلول انتخاب میشه. به علاوه درست این از این. اما یه سری شرایطی که مثلا من اگر بخوام چند تا سلول رو انتخاب بکنم، هم با کیبورد این کار برام امکان پذیره، هم با کمک ماوس. اگر من بیام اینجا روی یکی از این سلول‌ها، ببینید الان اسم افتاد D5، به نیم باکس نگاه کنید. حالا درگ میکنم، ببینید الان نوشته شده دقیقاً اون محلی رو که من دارم درگ میکنم اون بالا هست. به محض اینکه رها میکنم سلول های انتخاب شده آبی هستن، ولی فقط اسم اولین سلولی که الان سفیده اینجا مشخصه. آقا تو این شرایط اگر من کاری بکنم چه اتفاقی میفته؟ یا اگه چیزی تایپ بکنم چی میشه؟ الان اگر من چیزی تایپ بکنم فقط تو سلول اول وارد میشه. خب حالا تو درس بعد بیشتر راجع به این نکات براتون صحبت خواهم کرد و نحوه انتخاب کردن و جابجا شدن بین سلول ها و اینها رو با هم دیگه خواهیم دید. پس توی این درس با سطر و ستون آشنا شدیم، با مفهوم ورک بوک و ورک شیت آشنا شدیم توی اکسل و به یه نوعی میشه گفت نحوه انتخاب کردن رو هم خیلی ساده دیدیم. حالا توی درس بعد در مورد وارد کردن اطلاعات و داده و همینطور ویرایش کردن اون برات صحبت